سرخط خبرها. هشدار تازه کابل به اسلام آباد. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که پاسخ به حملات پاکستان نظامی خواهد بود. داعش در پاکستان لانه دارد. مذاکرات تازه مرزی تهران و کابل دو طرف بر امنیت و مدیریت مرزها تاکید کردند. ایران در رابطه با امنیت مرزی کوشش میکنه که موضوع را حل بکنه. رهایی 75 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان. این افراد از یک روز تا 2 ماه در زندانهای پاکستان در بند بودند. با آغاز دور سوم مذاکرات ایران و امریکا، وزیر خارجه ایران بر جدیت طرف مقابل برای موفقیت گفتگوها تاکید کرد. و هر خطای غیر محاسباتی امریکا منجر به یک جنگ فرامنطقوی خواهد شد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 7 مهر 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 26 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی بار دیگر حملات پاکستان بر خاک افغانستان را شرم‌آور خواند و بر پاسخ قاطع به این حملات تاکید کرد. او در گفتگو با العربیه نوعیت پاسخ را محرمانه دانست، اما گفت که پاسخ حملات هوایی پاکستان نظامی خواهد بود. گزارش از نسترن امیری. پس از حملات اخیر پاکستان در امتداد خط فرضی افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی هشدار داد در صورت لزوم پاسخ کابل نظامی خواهد بود. او در گفتگو با العربیه انگلیسی گفت اسلام آباد هیچ مدرک معتبری درباره استفاده شبه نظامیان از خاک افغانستان ارائه نکرده است. به گفته مجاهد، کابل خواهان کاهش تنش است، اما اتهام زنی ها با توقف مذاکرات مانع بهبود روابط شده و یک حلقه خاص نظامی در پاکستان در پی بی‌ثبات‌سازی منطقه است. افغانستان ولس په ان شاء الله په فرصت وخت سره دغه څه غشماتونکو جواب ورکړي چې خصوصا به دغه پوج کړي چې په دفاعي او هوایي ځواک کومنده او یا دندې لري په هغه لاهور په هغه پنجاب او سینو اسلام آباد کې به په نشه کېږي او دوی به د منځه وړي او دوی به دغسې مردارېږي. ولې د افغانستان در به در او د افغانستان مظلوم ملت ته ولې تاسې یو درناوی نه لري؟ زما خاورې ته ولې درناوی نه لري؟ مجاهد در این گفتگو واکنش محدود جامعه جهانی به حملات اخیر را قابل انتقاد دانست و افزود که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان و نقض حاکمیت افغانستان نیازمند محکومیت و اقدام جدی کشورهای اسلامی و منطقه است. او همچنین تاکید کرد که ادامه تنش‌ها با پاکستان می‌تواند بی‌ثباتی را در سطح منطقه گسترش دهد و از کشورهای اسلامی خواست از امنیت و ثبات در افغانستان حمایت کرده و برای جلوگیری از تجدید بحران نقش فعال ایفا کنند. همچو صدا را به جامعه بین المللی و کشورهای منطقه امارت اسلامی باید برسانند تا جلوگیری از طور حملات وحشیانه بی بندوبار و حتی ما گفته میتونیم که یک عملی تروریستی است که در داخل خاک افغانستان از طریق پاکستان صورت گرفته است. سخنگوی امارت اسلامی با تاکید بر سرکوب شاخه خراسان داعش اعلام کرد که این گروه در پی عملیات‌های امنیتی نیروهای امارت اسلامی دیگر پایگاه و حضور علنی در افغانستان ندارد. او در عین حال مدعی شد که بخش از عناصر داعش از پاکستان به منظور حملات هراس افغانی به داخل خاک افغانستان انتقال یافتند. مجاهد افزود که کابل به هیچ گروهی از جمله تحریک طالبان پاکستانی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نمی‌دهد. داعش در پاکستان لانه داره. از طرف نظامیان پاکستان تجهیز و تسهیل میشن و جهت خرابکاری به افغانستان اعزام میشود. نه تنها که اکنون بلکه از سالهای متمادی به این طرف پاکستان بر اهل افغانستان همیشه گروه های را تربیه کردن و سپس از اونا را روان کردن به افغانستان تا در افغانستان مردم بکشن، ویرانی را به بار بیارن.
سخن از اقدام تلافی جویانه از سوی مقام‌های کابل در حال مطرح می شود که پس از حملات 3 شب پیش پاکستان، تنش‌ها کابل و اسلام آباد که از اکتبر سال گذشته میلادی افزایش یافته، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حملات هوایی دوشنبه شب به پکتیکا و ننگرهار در ولسوالی بهزود 18 عضو یک خانواده از جمله زنان و کودکان جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. سفارت ایران در افغانستان از برگزاری دور جدید از مذاکرات مرزی میان تهران و کابل خبر داده است. این سفارت اعلام کرد که دو طرف در این دور مذاکرات بر حفظ امنیت مرزها، مدیریت بهتر گذرگاه‌ها و مبارزه با جرایم مرزی تاکید کردند. گزارش از اناهیتا اندر. در ادامه روند تحکیم روابط همه‌جانبه میان ایران و افغانستان و چارچوب گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور، سفارت ایران در کابل از برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات مرزی خبر داده است. در خبرنامه این سفارت آمده است که دو طرف بر حفظ امنیت مرزها، مدیریت بهتر گذرگاه‌ها، مبارزه با جرایم مرزی و همکاری‌های نزدیک در امور مرزی که از نقاط قوت روابط و پیوندهای تاریخی همسایگی میان ایران و افغانستان به شمار می‌رود، تاکید کردند. چنانچه می‌دانیم نقاط مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان همیشه مورد سوء استفاده نیروهای جنگی نیابتی، همچنان قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان و انتقال غیر قانونی مهاجرین از این سرحدات استفاده میشد که البته با اقدامات اخیر و ملاقاتی که نماینده‌های جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست افغانستان داشتن در قسمت تقویت سرحدات و حفظ امنیت و صلح و ثبات بیشتر با هم توافق کردند. با آنکه امارت اسلامی همواره بر تلاش‌ها برای تحکیم امنیت مرزها تاکید کرده است، شمار از آگاهان مسائل سیاسی با اشاره به تقویت روابط افغانستان با کشورهای همسایه میگویند که تامین و تقویت امنیت مرزی میتواند نقش مهمی در ثبات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها و تحکیم روابط با دیگر کشورها نیز ایفا کند. کشورها در یک فضای اعتماد میتونن با هم برای جلوگیری از پدیده‌های جرمی، برای جلوگیری از پدیده‌هایی که باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کشورها میشه، کار مشترک را انجام بدن. یک پیام و یک چراغ سبز باشه و همه کشورهایی که در همکاری با در منطقه به خاطر امنیت و ثباتشان از افغانستان حراس دارن و افغانستان با ایران در رابطه با امنیت مرزی کوشش میکنه که موضوع را حل بکنه. این در حال است که روابط کابل و تهران در ماه‌های اخیر پیشرفت چشمگیر داشته و سطح تعاملات سیاسی میان دو طرف افزایش یافته است. این روند تنها به حوزه سیاسی محدود نبوده و دو کشور تلاش کردند مناسبات تجاری، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را بیش از پیش توسعه دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که 75 مهاجر افغان این هفته از زندانهای پاکستان آزاد و به کشور بازگشتند. این وزارت اعلام کرده که این افراد بین 1 روز تا 2 ماه را در زندانها گذرانده و پس از دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی خود منتقل شدند. کمیسیون عالی کمک به پناهندگان گفت که روز گذشته 2356 نفر از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. و در خارج از کشور، 3مین دور مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای ایران و امریکا در ژنو آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بر جدیت طرف مقابل برای موفقیت گفتگوها تاکید کرد. وزیر خارجه عمان با اعلام ادامه نقش میانجیگرانه مسقط ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه مورد رضایت دو طرف برسد. 3مین دور مذاکرات غیر مستقیم امریکا و ایران در سایه تنش‌ها و تهدیدهای لفظی مقام‌های تهران و واشنگتن و آرایش نظامی امریکا در منطقه در ژنو آغاز شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای انجام 3مین دور مذاکرات هسته‌ای به ژنو سفر کرده، با وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد. وزیر خارجه ایران گفته که در این دیدار دیدگاه‌های تهران درباره موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تبیین شده و به وزیر خارجه عمان سپرده شده است. عراقچی در این دیدار موفقیت مذاکرات را مستلزم جدیت طرف مقابل و خودداری از رفتارها و مواضع ضد و نقیض دانست. وزیر امور خارجه عمان نیز ابراز امیدواری کرد که با جدیت متقابل طرفهای گفتگو این مذاکرات منجر به نتیجه مورد رضایت طرفین شود. شماری از آگاهان سیاسی میگویند که احتمالاً در این دور مذاکرات توافق محدود به خاطر جلوگیری از جنگ به امضا برسد، اما هشدار میدهند که اگر توافق حاصل نشود منطقه به سمت بحران خواهد رفت. گمانه‌زنی ها بر این است که در این دور مذاکرات حداقل یک توافق محدود به خاطر جلوگیری از جنگ
به وجود خواهد آمد. اگر چنین نشود طبعا منطقه به سوی نظامی شدن می رود و هر خطای غیر محاسباتی امریکا منجر به یک جنگ فرا منطقوی خواهد شد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پیش از آغاز دور سوم مذاکرات گفت که دونالد ترامپ هنوز راه حل از طریق دیپلماسی با ایران را ترجیح می دهد و امیدوار است که ایرانی ها این موضوع را در مذاکرات خود جدی بگیرند. او همچنین گفت که در کنار دیپلماسی گزینه نظامی نیز روی میز است. هدف نهایی رئیس جمهور آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از طریق نظامی در صورت تصمیم گیری و یا از طریق دیپلماسی و روش‌های دیگر است. گزینه دیپلماسی ارجحیت دارد و امیدواریم که ایرانی‌ها دور سوم مذاکرات را جدی بگیرند تا به وضعیت دستیافت که از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای برای تهدید جهان جلوگیری شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با ورود هیئت تهران به ژنو برای مذاکره گفت که کشورش شانس نتیجه خوبی را از دور سوم مذاکرات با ایالات متحده می‌بیند. در رابطه با مذاکرات ما چشماندازی خوبی را می‌بینیم. فردا در جلسه‌ای که دکتر اراغچی در ژنو برگزار خواهد کرد، ما با راهنمایی رهبری معظم انقلاب تلاش کرده ایم تا این روند را مدیریت کنیم تا از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شویم. این در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از آغاز دور سوم مذاکرات گفت که افزون بر برنامه هسته‌ای ایران، موشک‌های بالستیک این کشور و توان دریایی آن در خلیج فارس برای آمریکا خطری جدی محسوب می شود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.